ما خورد که بودم میخواستم از 2 نفر انتقام بگیرم. یکیش گرفتیم، یکی دیگهش مانده، یکیش مولای مسجد ماست، یکی هم استاد ریاضی ما. یعنی یا نق مرا میزدن، نه آخه که لد زدن کسی در زیاد نمیگیره، لد میگیری مردمه. خلاصه براتان بگویم یکی از روزا دیدم کفش فوتبالم خراب است، چه کنم؟ پیسه هم نیز یک کفش بگیرم. دی فکر افتادم که بیا یکی از انتقامات امروز بگیر دیگه. رفتم مولای مسجد ما امی تو کفش های چرمی هم خریدم، مانده امی تو بالام میمان. کوشیدم رفتم خواب فوتبال کردم کش دیگه، موجا قایمش کردم دمو زمین فوتبال. باز دیگه انتقام از یکی گرفته شده، فقط مانده معلم ریاضی را می غافلگیر کنم. باز دیگه خیالم راحت میشه. آخر می آمدی خانه با پدر میگفت، او هم میگفت خوبت کرده. او هم دیگه هم میرفت با مولا میگفت گوشتش از توست خانش از من دیگه هم